جواب قرآن به صحرای محشر میگه من به خاطر هدایت توی انسان آمده بودم، به خاطر سرفرازی و سربلندی و تعالی و ترقی تو مسلمان آمده بودم. چی جوابی؟ رسول معظم اسلام از دست اونهایی که قرآن را با آتش زدن شکایت نمی کنن، چون آنهایی که قرآن را با آتش زدن اونها جهنمیان. آتش و جهنم جایگاه اونهاست، ولی من و تو که در مقابل دفاع از قرآن خاموش بنشینیم، رسول معظم اسلام به پیشگاه الله فریاد میزنن یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. جواب پیامبر به صحرای محشر را چی میدهید تو مسلمان که امروز به خاطر قدرت، به خاطر چوکی، به خاطر مال و ثروت سکوت را اختیار میکنی؟ بناهن سروران عزیز و بزرگوار، قرآن را از لابلای قرآن بشناسیم. اگر این قرآن نمی بود، اگر این قرآن نازل نمی شد و اگر این قرآن امروز نمی آمد، انسان معنای انسانیت را نمی دانست. انسان معنای کرامت را نمی دانست. انسان معنای محبت و دوستی و وفا را نمی دانست. تمام دنیا به تاریکی مرگ باری فرو می رفت، ولی این قرآن آمد شیرینی زندگی و لذت زندگی را برای بشریت چشاند. و انه لتنزیل رب العالمین. عزیزان من، این قرآن تنزیل هست، این قرآن تصنیف و تألیف نیست. و انه لتنزیل رب العالمین. این قرآن از کجا آمده که اینقدر ارزش داره؟ این قرآن از کجا آمده که جان من، پدر و مادر من، ناموس و اولاد من همه فدای قرآن؟ این جانی که داریم فدای قرآن. این قرآن از کجا آمده عزیزان؟ و انه لتنزیل رب العالمین. این از جانب رب العالمین آمده. و به کجا آمده؟ به چی وسیله آمده؟ و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک. این به وسیله جبرائیل آمده، این با آغوش جبرائیل بوده آمده بر قلب نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، لتکون من المنذرین، تا این که انسان ها بیم داده شوند. این آیه که و این قرآنی که آمده، ذالک الکتاب لا ریب فیه، در این کتاب هیچ شکی نیست، هیچ تردیدی نیست. این کتاب کتابی است که امروز دنیای غرب عاجز مانده در مقابل قرآن. فرهنگ غرب، فرهنگ قرآن چنان فرهنگ والا و بالایی که در مقابل فرهنگ قرآن فرهنگ غرب فرهنگ فرسوده شده. این قرآن برای ما درس ها دارد، قرآن برای ما درس ها داره. درس های قرآن چیست؟ قل یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما فی الصدور. این قرآن آمده تا این که دلهای تاریک را روشن کنه. این قرآن آمده تا قلوبی که مریض هست شفا بده. سروران عزیز و بزرگوار، قرآن درس ها داره. درس های قرآن
متوجه شوید. درس های قرآن چیست؟ درس اول، این درس را باید ما به دنیا اعلان کنیم که قرآن ما قرآن است که لا ریب فی، هیچ شکی نیست و هیچ تردیدی نیست. عزیزان من، درس های قرآن، درس اول درس عزت و شرف را قرآن برای پیروان خود میدهد. ای پیرو قرآن، با عزت زندگی کن و با شرف زندگی کن. درس دوم این است که درس شجاعت و غیرت را برای پیروان خود میدهد. اینها درس قرآن هست. درس سوم، درس صبر و استقامت و بردباری را قرآن برای پیروان خود میدهد. سوم، درس اتحاد و وحدت را قرآن برای پیروان خود میدهد. چهارم، درس تعالی و ترقی را قرآن برای پیروان خود میدهد. ششم، درس محبت و صمیمیت را قرآن برای پیروان خود میدهد. هفتم، درس ایثار و فداکاری را قرآن برای پیروان خود میدهد. هشتم، درس اخوت و برادری را قرآن برای پیروان خود میدهد. نهم، درس صلح و صفا را قرآن برای پیروان خود میدهد. دهم، درس آسایش و آرامش و امنیت را قرآن به پیروان خود میدهد. اینها دروس قرآن است. دشمن میداند که پیروان قرآن این درس را از قرآن گرفتن. اشداء علی الکفار. قرآن میگه ای پیروان من، با کفار سختگیر باشید. رحما و بین هم دیگر رحم و شفقت و محبت و صمیمیت داشته باشید. عزیزان من، این درس های قرآن در زندگی ما اگر پیاده شود، در زندگی ما اگر جامعه عمل بپوشد، دشمن ناامید می شود، قلب دشمن آتش می